سلام به شما. امروز میخوایم یک گره حقوقی نسبتاً رایج اما خب یکم پیچیده رو باز کنیم. وضعیت ملکی که توسط دولت یا یه نهاد عمومی تصرف شده اما هیچ طرح مصوب رسمی براش وجود نداره. خیلی‌ها فکر میکنن اگه شما به عنوان مالک خب برید دادگاه و درخواست تعیین قیمت روز ملکتون رو بکنید، یعنی دیگه کار تمومه و مالکیت رفته. اما واقعاً اینطوره؟ بر اساس یه تحلیل حقوقی که بررسی کردیم، جوابش اونقدرها هم ساده نیست. بیایید دقیق تر شیم. این موضوع دقیقاً میزنه به قلب یه چالش همیشگی، نه؟ حق مالکیت شخصی، همون اصل معروف الناس و مسلطون علی اموالهم، بله. از یه طرف، و خب نیازهای عمومی که دولت مسئولش از طرف دیگه. ببینیم قوانین چطور سعی کردن این وسط یه تعادلی ایجاد کنن. خب اول از همه باید بدونیم که گرفتن ملک از مالک بدون رضایتش، یعنی همون تملک قهری، یه چیز کاملا استثنائیه. دقیقاً یه استثناست. با خرید و فروش عادی یا ارث خیلی فرق داره. این فقط توی یه فرایند خاص به اسم خرید قهری ممکنه که اونم شرایط خیلی سفت و سختی داره و فقط برای طرحهای عمومی، عمرانی یا نظامی مشخص دولت مجازه. کاملاً درسته. این یه اختیار بی قید و شرط برای دولت نیست به هیچ وجه. شرایط خیلی دقیقی داره. تو حقوق بهش میگیم باید مقتضی موجود و موانع مفقود باشه. یعنی همه شرط‌ها باشه و هیچ مانع قانونی هم نباشه. و مهمترین شرطش هم همینه که شما گفتید. باید یه طرح مصوب رسمی و قانونی وجود داشته باشه. بدون این طرح اصلاً تملک قهری شروع نمیشه. عالی. حالا برگردیم به سوال اصلیمون. فرض کنیم این طرح مصوب نیست، اما ملک شما دست دولته. شما میرید دادگاه هم حکم میده که دولت باید قیمت روز ملک رو به شما بده. آیا همین حکم یا حتی وقتی میری دنبال اجرای حکم که پولت رو بگیری، یعنی دیگه سند به نام دولت خورده؟ اینجا ببینید نکته کلیدی بحث ماست. طبق این تحلیل صرف این که دادگاه قیمت گذاشته رو ملک یا حتی شما پیگیر پولش شدید از طریق اجرای احکام، این به طور خودکار مالکیت رو از شما نمیگیره بده به اون نهاد دولتی. نه، اون حکم در واقع ارزش ملک رو مشخص میکنه برای حالتی که اگر قرار بر انتقال قانونی باشه قیمتش اینه. اما تا وقتی اون شرطهای اصلی تملک مثل همون طرح مسبب نباشه، این حکم به تنهایی مالکیت رو جابجا نمیکنه. میشه گفت این حکم یعنی تعیین قیمت برای یه فروش عادی احتمالی به دولت، نه یه تملک قهری قطعی شده. واقعاً؟ یعنی جدی میگید؟ حتی با داشتن حکم پرداخت قیمت ملک، من مالک هنوز صاحب اون ملکم؟ این یکم خب غافلگیر کننده است. پس تکلیف این مدتی که ملک دستشون بوده چی میشه؟ بله دقیقاً همینطوره. این تحلیل خیلی روش تاکید داره. علیرغم حکم تعیین قیمت و حتی اجراییه، شما به عنوان مالک همچنان تمام حقوق قانونی و شرعی رو روی ملکتون دارید. این شامل منافعی میشه که دولت تو این مدت از ملک استفاده کرده، اصطلاحاً منافع مستوفات، و حتی منافعی که شما از دست دادید چون ملک دستتون نبوده، یعنی منافع غیر مستوفات. و مهمتر از همه، شما حق دارید برای تمام مدتی که ملک در تصرف به نوعی غیر قانونی بوده، مطالبه اجرت المثل قانونی بکنید. اجرت المثل قانونی، اجرت المثل یعنی معادل اجاره باهای اون ملک در اون مدت. اجرت المثل؟ اجرت المثل؟ فهمیدم. بله، حتی اشاره شده شاید بشه به قواعد غصب هم استناد کرد. یعنی انگار ملک شما رو به زور گرفتن. پس حقوق مالک خیلی بیشتر از فقط گرفتن قیمت ملکشه. خیلی جالبه که این حقوق حتی بعد حکم دادگاه هم هست. حالا که فهمیدیم بدون طرح مصوب چی میشه، برگردیم به شرایط یه تملک قانونی. اون تحلیل حقوقی چی میگه؟ چه شرط و شروطی لازمه تا دولت بتونه قانونی ملکی رو بگیره؟ بله، اون شرایط هم خیلی مهمن و فقط تشریفات اداری نیستن ها. اولاً باید ضرورت اجرای اون طرح کاملاً روشن و اثبات شده باشه. دوماً خود طرح باید به تصویب بالاترین مقام اجرایی اون دستگاه رسیده باشه. الکی نیست. سوماً باید قیمت عادل روز ملک و همه خسارت‌های مالک پرداخت بشه. چهارم، پولش باید از قبل آماده باشه، یعنی اعتبارش تامین شده باشه. و یه نکته مهم دیگه، دستگاه دولتی باید نشون بده که هیچ زمین دولتی یا ملی مناسب دیگه‌ای اون اطراف نبوده برای طرحش.
پس حسابی دست دولت بسته است برای تملک قانونی. فکر نمی‌کردم انقدر شرط داشته باشه. دقیقاً. ببینید، هدف قانونگذار این بوده که تا جای ممکن از مالکیت خصوصی حمایت کنه. اگه هر کدوم از این شرط‌ها رعایت نشه، میتونه کل فرایند تملک رو زیر سوال ببره، حتی باطلش کنه. جالبه بدونید حتی وقتی مثلا مالک نیست یا قبول نمیکنه و دادستان به جاش امضا میکنه، اون امضا فقط وقتی اعتبار داره که پول ملک به قیمت روز یا پرداخت شده باشه یا گذاشته شده باشه تو صندوق ثبت، یعنی تودیع شده باشه. بدون پرداخت یا تودیع پول، حتی امضای دادستان هم مالکیت رو منتقل نمی‌کنه. خیلی شفاف شد. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی سریع بکنیم برای شما که دارید گوش میدید، اگه ملکتون بدون طرح مصوب قانونی دست دولت یا یه نهاد عمومی افتاده، اینکه شما برید دادگاه و حکم قیمت روزش رو بگیرید، این به معنی از دست دادن مالکیت نیست. شما هنوز مالکید و حقوق مهمی مثل حق دریافت اجرت المثل، یعنی همون اجرت المثل، برای تمام مدت تصرف رو دارید. و حالا یه سوال، شاید یکم چالشی، برای اینکه شما بیشتر بهش فکر کنید. با اینکه قانون این همه سازوکار دقیق چیده برای حمایت از مالکیت خصوصی در برابر دولت، به نظر شما تو دنیای واقعی، تو عمل، وقتی با قدرت اجرایی نهادهای دولتی طرفیم، چقدر واقعاً میشه این حقوق رو کامل گرفت؟ آیا اون پیچیدگی‌های عملی، اون روابط قدرت، گاهی وقتا یه جورایی فراتر از متن خشک قانون عمل نمی‌کنن؟ یه جای فکر داره.